بفرمایید. چون خیلی لاغر دلت برش سوخته یه دونه دیگه هم بهش بدیم. سلام سهر. بچه آفتاب خیلی زیاده، سفر خوب نمیبینم. اومدیم کارپاس، منطقه نگهداری خرای قبرسی. اینا چشون رد میشه از همون باج میگیرم. برو دیگه، برو عزیزم، بریم بعدی. برو میترا همه رو الان ما بدم این بخور. تو آینه میتونی بدیش، تو آینه هم کلی که از در ورودی باج دادیم تا رامون بدن تو. حالا بعدا براتون عکس و فیلمش رو میذارم. اینجا همین مدلیه، به هر کی میرسیم بعد یه باجی بهش بدیم. دندونا رو بگیرم. بای بای. میاد جلو ماشین. برای که میگیری جلو ماشین دیگه عادت کردن، یعنی به میزا جلو خودت وای بس دیگه بهشون از تو ماشین نمیداریم. هر وقت پیاده شدیم این جلو ماشین گرفته. واسطا بره در این عدینا پوش اینو نگاه، این چیزا این مظلومه. نه داره میاد. سلام عزیزا، چقدر منظره پشتش خوشگل بود برای عکس انداختن. این تو از دستش دادی. آره تو بهترین نقطه‌ای که میشد واسطه بود. وای مردم از خنده. این به آخرین نقطه کارپاس میرسیم. منشن میکنیم لوکیشن وقتی رسیدیم. آره حتما. یکی دیگه چه لاغری تو. باستا برو بیرون مامان. نه تو نه همه چیز اینجا جمع می شدن. دوتایی وایستادن. چقدر لاغرم، حالا هوا گرمه اینو لاغرم. از بین اینا رد شو. داداش اینا رو رد کنیم. دیگه الان باید گیم باز داریم. سرشو بر نگردونه بزنیم کلی از همون خسارت بگیرن. کاملا از دو تاست. یه دو نفر رو من بدیم. وای خیلی خوب بود. بچه آمدن بالا. آره کلی خندیدنم. برم ته دیگه به اون رستوران وایسیم مثلا. آره برو یه ذره عکس بندازیم. رو نقشه میخوایم نشون بدیم ببینن کجاییم.
دقیقاً. این کلیسا رو توضیح بده که کلیسای قدیمیه و اینا گذاشته قبلا اینجا رو براشون؟ نه من اصلا هنوز فیلم عکسای کارپاز رو نذاشتم چون نرسیدم مرتبشون کنم. اوکی اون میره تو تنش. توضیحات باشه. بریم ته قبرس آخرین نقطه قبرسه. یه ذره مرتفع‌ترین نقطه‌ش هم میشه درسته؟ آخرشه. تو نقشه‌ام نشون میده. یه پاس بذاری دیگه زده تو آب. همینایی که میترا گفت. حالا من بعداً براتون تو استوریا توضیح میدم. اون داستانی که تو ایران میگن مثلا طرف یه ذره خنگه میگفت حالا میرن خر از قبرس میارن این خر. آره دیگه دقیقاً همین خرار میگفتن دیگه. نمیدونم اینقدر زشتن چجوری نژادشون ولی برتره. اینا رو همه رو براتون تو فیلم و استوری میگیرم. ما الان میخوام بریم اینجا نهار بخوریم. نه بیابون نیست اینجا کلا هم شکل تازه رسیدیم به قشنگی‌هاش ایناهاش. به قشنگترین سال نگاه شناش سفیده. این استخر. به من همون قبلش قشنگ‌تره. اونجا خیلی قشنگه. همه اینا رو براتون فیلم و استوری میگیرم. فعلا از لایو لذت ببرین تا برسیم به فیلم و استوری.